ما ترکمنیم. ریشه هایمان در شنهای سوزان صحرا عمیق شده و قلب هایمان با غروری آتشین می تپد. ما نسلی از سوارکاران چیره، شاعران سخنور و قهرمانان افسانه‌ای هستیم. اجدادمان با باد همزبان بودند و راه ستاره ها را با هدایت اسب هایشان پیدا می کردند. اما امروز چطور؟ چند نفر از ما واقعاً گنج های پنهان در افسانه های پدرانمان را می شناسیم؟ چند نفرمان با شنیدن نام کروغلی، قرقوتاتا و آقپامق قلبمان تندتر می زند؟ ما ترکمنیم، اما گاهی خودمان را فراموش کردیم. ما ترکمنیم، اما گاهی خودمان را فراموش کرده ایم. به اشتباه گمان کرده ایم فرهنگ تنها لباس یا موسیقی است، اما فرهنگ هویت است. یعنی بدانی از کجا آمده ای، بفهمی چه میراثی بر دوش داری، به یاد آوری که چه کسی بوده ای و تصور کنی که می توانی به چه کسی تبدیل شوی. ما این کانال یعنی یارلق را تنها برای سرگرمی راه اندازی نکرده ایم. اینجا پناهگاهی است برای زنده کردن صدایی که سالهاست آرام و بی صدا در دل خاک نجوا می کند. صدای بزرگان ما، صدای شاعران و صدای مادر بزرگ هایی که کنار چراغ نفتی قصه می گفتند. ترکمن کیه؟ ترکمن کسیه که زیر آسمون بی انتها قد کشیده، کسی که شرفش رو با طلا عوض نمی کنه. برای اون اسب و دوتار تنها ابزار نیستن، اونها روح وجود او هستن. ترکمن بودن یعنی هر کجای این دنیای پهناورم که باشیم، قلبمان هنوز در آغوش صحراست. وقتی باد میوزه گویی نوای دوتار اجدادمان رو میشنویم، فرمانی برای بیداری. یارلق یعنی فرمان. این فرمانی است برای بیدار شدن، برای برخاستن، برای نگاه به ریشه ها و گام نهادن مقتدرانه به سوی آینده. در اینجا ما افسانه ها را دوباره روایت خواهیم کرد، نه فقط برای کودکان بلکه برای قلب های خسته بزرگسالانی که به دنبال معنا می گردند. برای ما افسانه تنها یک قصه نیست، افسانه یک راه است، حکمت است، تجربه تقطیر شده نسل هاست که در قالب شعر و قصه و اسطوره حفظ شده. اکنون زمان آن است که دوباره با آن گوش دهیم، وقت آن است که آنها را به راستی بشنویم. ما به دنیا نشان خواهیم داد که ترکمن تنها یک قوم نیست. ترکمن یک تمدن است، تمدنی غنی با معماری منحصر به فرد، موسیقی مسحور کننده، هنر عمیق، پوشش متمایز، زبانی پویا و روحی فناناپذیر که حتی امروز نیز زنده است. ما نمی‌خواهیم تنها گذشته را بازگو کنیم. هدف ما معرفی فرهنگ ترکمن به نسل جدید با زبان امروز است، با افسانه‌هایی که بازنویسی می‌شوند، با تصاویری که جان می‌گیرند، با حرف‌هایی که از دل برمی‌آید، نه فقط از کتاب‌ها. اگر ترکمنی بدان که اینجا خانه توست. اگر ترکمن نیستی به سرزمین قصه ها خوش آمدی، به جایی که اسطوره ها هنوز نفس میکشند. اینجا یارلق جایی برای شنیدن، برای فهمیدن، برای باور کردن، جایی برای اینکه فراموش نکنیم ما از قومی هستیم که حتی درخت را با احترام صدا میزد، قومی که به آسمان نگاه میکرد و ستارگان برایش راهنما بودند. وقت آن است که دوباره برخیزی، وقت آن است که افسانه ها را زنده کنیم، وقت آن است که خودت را باور کنی. این کانال با تو ساخته می شود، با شنیدن، با گفتن، با به اشتراک گذاشتن. هر افسانه‌ای که تعریف می شود گامی است به سوی بیداری. اما آینده ما، هویت واقعی ما به خودمان بستگی دارد. تنها به یاد آوردن کافی نیست. ما باید فعالانه میراثمان را حفظ کنیم، نوآوری کنیم و به اشتراک بگذاریم.
ما باید نگهبانان قصه های خود، معماران آینده فرهنگیمان برای نسل‌های آینده باشیم. دنیا تنها زمانی ما را خواهد شناخت که ابتدا خودمان را بشناسیم و سپس جسورانه آن دانش را به اشتراک بگذاریم. این فقط درباره احیای داستان‌های باستانی نیست، بلکه درباره شکل دهی یک فرهنگ زنده و پویا برای نسل‌های آینده است. صدای تو، اشتیاق تو، فداکاری تو حیاتیه. پس با ما باش. جایی که ریشه هایمان دوباره نفس میکشند. جایی که آینده ما به پرواز در میآید. همین حالا سابسکرایب کنید، داستانهایتان را به اشتراک بگذارید. میراثدار باشید.